شک ندارم که تو و اون رئیس مغز خر خوردی وگرنه دست به همچین لشکرکشی نمیزدید. لشکرکشی کدومه؟ اموال دولتی داره از بین میره. به دولت بگو خودش بیاد به جای ما کار انجام بده. چه خبر شده دو؟ موتور چرا خاموش کردی؟ جلوی سردخونه قیامته. از بندر آدم آوردن که جای بچه‌های سردخونه کار کنن. اگه دیر به جنبیم، اگه به بچه‌های سردخونه کمک نکنیم و کارشون از دستشون بره، نه اینکه فردا در مقابل خدا مسئولیم، شاید همین امروز نوبت به ما هم برسه. یلا اینا فقط چند روز جای شما کار میکنه. قدم اون ورتر شما داره به یه عده‌ای زور میشه، یه عده‌ای مثل خود شما. اگه پریود در سردخونه رو روی خوج محمد بستن، فردا شما را مثل ماهی از شنگک آویزون میکنن میذارن تو همون سردخونه که خوج محمد رو انداختن. اگه امروز یه عده را آوردن که جای بچه‌های سردخونه کار بکنن، فردا شما را مثل بچه‌های سردخونه بیرون میندازن و بیکارتون میکنن. دیگه خودتون میدونید، دیگه شما و خدایشون. بهتر آقایون دمشون رو کولشون بزنن و برن همون جا که اومدن. ما قرارداد بستیم، باید به قراردادمون عمل کنیم. قراردادتون رو بزنین در کوزه آبشو بخوریم. شما رو بذاریم در کوزه آبشو بخوریم چطوره؟ همش حرف که نشد کار. یه امتحانی بکن. مثل این که امتحانت خیلی دوست داری. بدم نمیاد. منم بدم نمیاد. پس چرا معطلی؟ برو. حالا چی میخواد بشه؟ هیچ دوری نمیشه. در صورتی که از ژاندارمری کمک بگیریم، دست به خشونت بزنیم و قاطعانه عمل کنیم. ما نباید روی موجی که خوج محمد راه انداخته سوار بشیم. اگه دست به خشونت بزنیم ممکنه همه ی منطقه دچار آشوب بشه. یعنی حتی اگه به قیمت جون بنده هم تموم بشه شما دست به خشونت نمیزنید؟ تو امشب از کنار من تکون نخور. من و تو از این صحنه ها زیاد دیدیم. این دفعه فرق کرده. حالا اونا به خون من تشنن. اگه بلایی سر من بیاد جواب مادرم چی بدم؟ جواب مادرتو من میدم. حالا چه وقت شوخی کردنه؟ تکلیف این ملت چی میشه؟ وقتی هوا تاریک شد تکلیف این ملت رو من روشن میکنم. آرزمو به کشتن دادی، خودتم به کشتن میدی، ایارم به کشتن میدی. این همه سال راحت زندگی کردیم، نه کاری به کار کسی داشتیم نه کسی به ما کار داشت. 2 مرتبه چرا درد سر درست کردی؟ پاشو از اینجا بریم خوچه. من دیگه طاقتشو ندارم. نذار خودتو این بچه ها از بین بری. پاشو
میرم سری به شورخونه بزنم. باهات بیام بابا خوجه؟ نه، تو پیش بختی بمون، بهش دلداری بده، بهش حالی کن که راه ما همینه، همونطور که به من حالی کردی. بچه های ما جلوی شورخونه حواسشون حسابی جمع شما داراست. اگه شما دل ناگرونی من میرم یه سری به اونجا میزنم. من دل ناگرون بچه ها نیستم، دل ناگرون خودم هستم. مونده من اینجا کار دستم میده. باید از تاریکی استفاده کنیم که شناخته نشیم. در صورت شناخته شدن جزیره برای شما غیر قابل سکونت میشه و ما هم فعلا از محلیا کسی رو نداریم که جای شما رو پر کنه. پس برنامه رو یک بار دیگه خوب مرور کنیم، بعد دقیق و بدون اشتباه اجراش کنیم. حالا میتونید برید، کاری ندارم، برید. جعفرقلی پول داد، شغل سازمانی و مخفی داد و بهش دستور داد در سردخونه رو روی خوج محمد ببنده و بهش قول داد میفرستدش جایی که دست فلک هم بهش نرسه. شاید میخوای بگی که بنده اون شخص فرضیم که دستور قتل خوج محمد رو دادم. نه شما یه شخص فرضی هستین و نه شایدی در اطلاعاتی که من به دست آوردم وجود داره. من حتم دارم که شما دستور قتل خوج محمد رو صادر کردین. دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم. اگه همین الان و همین جا جعفرقلی رو با شما روبرو کنم چی؟ بازم اینطور و با این لحن متشکریم؟ حرف آخرتو بزن. بچه های من جعفرقلی رو از سر شغلی که شما توی تهران بهش داده بودیم دزدیدن و آوردنش اینجا. اون همه چی رو اعتراف کرده. از نظر مدارک پرونده شما حرف نداره، حتی یه مو لادرزش نمیده. و حالا فکر میکنی که کار من تمومه؟ من فکر نمی کنم. من حتم دارم. اگه پرونده شما رو به مرکز بفرستم به خاطر جنجالی که بعد از تصمیم به قتل خوج محمد در جزیره ایجاد شد و نزدیک بود منطقه رو به آشوب بکشه، شما میرین اونجا که میگن عرب نی انداخت. راستی قصد همچین کاری رو داری؟ حالا نه. اگه حالا نه پس کی؟ وقتی که بار دیگه دوست صمیمی پدرم بدون اطلاع من لقمه ای رو از سر سفره برداشت.
بشین.